آیا بلدی چجوری با ذهنت مقابله کنی، بجنگی و بهش پیروز بشی، برای رسیدن به هدفت دنبالشی؟ به نام خدایی که دل هر انسان یه برداشت خاصی ازش هست. داستان از این قراره هر آدمی میخواد هر فعالیتی آغاز کنه، درس رو شروع کنه، ورزش رو شروع کنه یا هر فعالیتی که دنبالشه رو میخواد استارت بزنه، یک استوپی تو ذهنش هست. ولش کن. ذهن انسان از دو بخش تشکیل شده: خود لحظه نگر و خود آینده نگر. خود لحظه نگر یا همون جاست ناو ما میگه که لحظه رو دریا، ولش کن، فردا چیه؟ همین لحظه خوش باش. مگه دیگه برمیگرده این لحظه؟ مگه چند بار آدم سن 30 سالگی، 20 سالگی، 17 سالگی، 10 سالگی رو تجربه میکنه؟ مگه آدم چند بار میخواد زندگی کنه؟ خود آینده نگر نه، به فکر آینده باش. به فکر آیندت باش، چجوری به یک موقعیت خوب توی شغلت، توی کارت، یک موفقیت پولی یا هر چیزی به دست بیاری. هر دوتاش نیازه. ما باید یاد بگیریم چجوری با ذهنمون مقابله کنیم، مدیریت کنیم. قرار نیست یک کدوم از این دوتا رو سرکوب کنیم. قرار نیست جلوی یک کدوم از این دوتا بگیم نه تو بایست اون بره جلو. قراره مدیریت کنیم برای رسیدن به اون هدفمون. در چنین موقعیت‌هایی شناخت ذهن و عکس‌العملی که ما بهش نشون میدیم خیلی مهمه. خود لحظه نگر خیلی حساسه. تمام تمایلش اینه که جلوی کارات نبیاره. ما باید یاد بگیریم چجوری اینو مدیریتش کنیم. یکی از اقداماتی که میشه انجام داد برای اینکه مدیریت کنیم خود لحظه نگرمون رو اینه که پاداش بدیم به خودمون. برای مثال یه زمانی رو مشخص کنیم برای خودتون و به خودمون بگیم من توی اون زمان فقط و فقط باید رو فعالیتی که میخوام انجام بدم فکر کنم و عوامل حواس پرتی مثل گوشی و هر موارد دیگه رو از خودتون دور کنید و بگین توی اون زمان مشخص فقط رو اون مورد فکر کنید. انتهاش که تموم شد و موفق بودید تو کارتون، به خودتون یه پاداشی بدین. به خودت بگو من 10 دقیقه گوشی بازی میکنم، میرم یه چایی میخورم، یه نسکافه میخورم، یه قهوه میخورم. شاید به خودتون بگی من تو روز شاید چندین بار این کارو انجام میدم. درسته، ولی وقتی این پاداشات در ازای اون فعالیت شما بوده خیلی ارزشمند میشه و یه هدفی به خود میگیرید. حتما برای خودتون یه پاداش تعیین کنید. قدم بعدی، ذهن خودتون رو فریب بدید. ذهن خیلی قدرتمنده. ذهن همون موجودی تونه تصور کنه، یعنی توهم وقتی میزنی یک فردی رو کنار خود تصور میکنه. ذهن به شدت قدرتمنده. مواظب باشین اون افسار شما رو نگیره. شما باشین که اون رو هدایت کنید. چه جوری؟ سعی کنید ذهنتون رو فریب بدین و تو ذهنتون یه چیز غول نسازید. به خودتون میگید چیز غولی نیست، چیز سختی نیست. فقط کافیه که من این شجاعت رو داشته باشم بزنم توش. فقط کافیه که من این شجاعت رو داشته باشم بزنم به دل کار و شروع کنم کارم. گام بعدی، حتما برنامه‌ریزی داشته باشید. وقتی یک تصمیمی یکهویی گرفته میشه، ذهنت متوقف میشه. ذهنت میگه نه ولش کن. مثلا همین الان پاشم یه فعالیت شروع کنم. اکثر ذهن‌ها میگن آقا نه، الان نه، عجله نکن، 10 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه. ولی وقتی برنامه‌ریزی از شب قبل، از هفته قبل، از یک روز قبل صورت میگیره، چه اتفاقی میفته؟ ذهنت خورد آمادگی لازم برای مقابله با اون فعالیت داره و دیگه کمتر خود لحظه نگر یا اون جاسنام شما مقاومت میکنه. ذهن انسان مقاومت میکنه. نه تنها ذهن شما، بلکه ذهن همه مقاومت میکنه. پس یاد بگیریم چجوری باهاش مقابله کنیم. هر وقت دیدین اومد مقاومت کرد، با همین راهکاری که میگم مدیریتش کن. سعی کنید خود آینده نگرت هم فعال نگه دارید. یعنی چی؟ یعنی به خود فکر کن. بگو اگه من این اقدامو انجام بدم تو آینده چه چیزی در انتظارمه و اگه انجام ندم چه چیزی در انتظارمه. اگه این فعالیت انجام بدم افزایش انگیزم، افزایش روحیم و منو نزدیکتر میکنه به اون هدفی که دنبالشم. و اگه انجام ندم چی؟ خودتون 10 سال دیگه متصور بشین. و آیا ارزش داره؟ ما وقتی این مجموعه اقدامات رو کنار هم قرار میدیم میتونیم مدیریت کنیم هر دوتا بخشی که تو ذهن ما حاکمند. ذهن انسان عاشق لذت‌های آنیه. عاشق این که الان گوشی بازی کنه. عاشق این که تو صفحات مجازی بچرخه، اسکرول کنه صفحاتو. عاشق این که بره با دوستاش بیرون. عاشق فرار کردن از موقعیت الانه. خوش باشه. نمیگیم خوش نباشیم. گفتم هر دوتا رو قرار ما مدیریت و هر دوتا نیازه برای بدن. ولی داستان از این قرار نباید به یک کدومشون بیشتر از اون یکی دیگه بها بدیم. خوراک ذهنمون خیلی مهمه. همونجور که به شکممون اهمیت میدیم، باید ببینیم تو ذهنمون چی بهش خوراک میدیم. چه چیزایی داریم وارد ذهنمون میکنیم. سعی کنید چیزایی که وارد ذهنتون میشه پر از چیزای مفید باشه.
باید خیلی باهوشانه تر از شکمت باش رفتار کنی، چون این خیلی تاثیرگذاره. شاید الان دیده نشه ولی خورد خورد توی زندگی، توی فکرت، توی رفتارات دیده میشه و دیگه اون وقت کاری نمیتونی انجام بدی. پس لطفاً به خوراک ذهنتون دقت کنید که چی داری به ذهنت میدی و چی قرار ازش برداشت کنی. ببین هر کسی که به هدفش رسیده اگه میدونست اصلا همون اول چه مسیری قراره طی بشه، همون اول استاپ میخورد، ولی اجبار بود که ادامه داد. خودتون رو مجبور کنید. ذهن مقاومت میکنه ولی خودت رو مجبور کن. بیس جلوی ذهنت، بگو من باید این کار رو انجام بدم. بعد از اجبار نظم رو تو زندگیت حاکم کن. به خود بگو هر روز معجزه نظم رو میبینیم بچه‌ها. نظم واقعا معجزه میکنه. برای مثال یه پشه میخواد نیش بزنه، اگه بدونه با چه پوست زمختی قرار مقابله کنه همونجا استاپ میخوره، ولی نظمش میبینی تو 1 ثانیه 100 بار 200 بار نیشش رو مانند ارمانه تو بدن انسان فرو میکنه تا آخر موفق میشه به اون هدفش که خوردن خون انسانه یا غذا برای خودشه برسه. نظم داشته باشین و در آخر میرسی به هدفت.